به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. 9 کتاب، اثر جبران خلیل جبران، ترجمه محسن نیکبخت که در اول آذر 1381 توسط نشر شادان در تهران چاپ شد. مترجم این کتاب رو به عزیزانش ادی پری و رضا گیوسان تقدیم کرده. اما این کتاب مخلوطی از 9 کتاب آقای جبران هستش. ابتدا نوشته روی جلد کتاب رو برای شما میخونم، سپس نوشته پشت جلد کتاب و با هم کتاب رو کشفش میکنیم. از سفر گفتیم، پس از مسافرانش نیز صحبت کنیم. جبران یک مسافر است، مسافری راهوار، از آن دست که نه در زمان می گنجد و نه در مکان، و با او همسفر شدن حال و هوایی دیگرگونه دارد، به خاصه در 9 کتاب که سفر او کامل می گردد و همه ابعاد وجود انسان را در می نوردد. با او همراه می شوید در کتابی از عشق و زندگی و با او همسفر می شویم در راهی پرفراز و پرنشیب که طی آن عاشق می خواهد و میل دیدار معشوق. نوشته پشت جلد کتابم براتون می خونم. بالهایم را گشوده و آماده پروازم. آیا با من همسفر خواهی شد؟ من همسفری می خواهم همراه و همراهی می خواهم راهوار. خلیل جبران در این کتاب همگان را به سفر خواهد برد، سفری از عشق تا جاودانگی، سفری از امروز تا هر فردای نارسیده، سفری از خود تا معبود و سفری از حضیض تا اوج انسانیت. مجموعه کامل ولی بی‌بدیل از آثار جبران خلیل جبران. یک نوشته خیلی کوچولو از ناشر این کتاب هم برای شما میخونم و سپس با هم کتاب رو ورق میزنیم. او که در زمان و مکان نگنجید. گاهی در میان کلمات جبران ملیت او را فراموش میکنم و ناخواسته وی را با فرهنگ خود یکی میدانم. شاید این احساس برای بسیاری مردمان در نقاط مختلف این گستره خاکی غریب نباشد. سخن او وجه مشترک تمامی انسان هاست و برای همگان آشنا. آثار جبران یک خصیصه دیگر دارد که از بسیاری متمایزش می سازد. کتاب‌های او ابتدا و انتها ندارد. هرگاه و از هر نقطه می توان شروع کرد، بدون آنکه احساس غربت نمود و هر لحظه می توان آن را به پایان رساند بی هیچ دغدغه‌ای. نمیدانم، ولی فکر می کنم در سالهای بعد که از جبران بیش از صدها گذشته است نیز سخن او تازگی داشته باشد و برای مردمان آن روزگار تراود. به هر حال امروز که چنین است و در وانفسای زندگی مدرن که همگان خواسته و ناخواسته در میان حصارهایی از ناباوری‌ها گرفتار آمده‌اند، جبران یک دلگرمی است. کلام او نهیب است بر وجدان انسان‌ها که آنچه را از یاد برده‌اند و آنچه را بوده‌اند به یاد آورند. او انسان‌ها را پند و اندرز نمی‌دهد و شعارگونه از خصائل انسانی سخن نمی‌راند، بلکه او داستان می‌گوید و شعر می‌سراید تا چون نجوای لطیف کودکانه بر دل نشیند و اثر گذارد. و شاید راز ماندگاری و وسعت اثرگذاری او همین باشد که همگان را انسان می‌بیند و خود را یکی از ایشان. به هر حال امروز با 9 کتاب مجموعی از آثار او را تقدیم شما می‌کنیم که در بسیاری از کشورها با نام گنجینه خلیل جبران به چاپ رسیده و از استقبال بی‌نظیری برخوردار بوده است. پس امیدواریم در کشور ما نیز این اثر به آنچه در خور آن است دست یابد. ما همچنان امیدواریم و انسان به امید زنده است. بهمن رحیمی، آبان 81 تهران.
اما از 9 کتاب این کتاب تشکیل شده و من از هر کتاب برای شما مقداری رو خواهم خوند. مترجم هم سخن کوتاهی رو بیان کرده که لازمه که اون هم برای شما بخونم. 9 کتاب مجموعه است از داستان، حکایت، شعر، نمایشنامه. از کتاب A History of خلیل جبران به همت مارتین ال وولف، ترجمه آنتونی آر فریس که به سرمایه انتشارات هینیمین لندن منتشر شد و اکنون به فارسی برگردانده شده است. این مجموعه آنگونه که از نام فارسی آن پیداست شامل 9 کتاب کوچک است که هر یک به طور کلی حول موضوعی خاص و جدا می‌گردد و در عین حال ارتباط منطقی و محکمی نیز با یکدیگر دارند. مجموعه این قطعات ادبی، فلسفی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، عاطفی، عرفانی، انتقادی و هنری از کتاب‌های اشکی و لبخندی، تندباد، ارواح سرکش، فرشتگان مرغزار، شعرگونه‌ها، کاروان‌ها، پیشرو و سرودهای روحانی برداشت شده که برخی به انگلیسی و بعضی به عربی بودند که مترجم برای هماهنگ شدن کل کتاب با شیوه و قلمی یکدست آن را به انگلیسی برگردانده است. البته واضح است که این خود کاری بسیار دشوار و احتمال اینکه برخی قطعات و حکایت‌ها دستخوش تغییرات شود بسیار زیاد بوده است. برای برگرداندن متن به فارسی نیز احتمال تغییر برخی واژه‌ها و قسمت‌ها وجود داشت که نتیجه آن دور شدن از کلام شیوای جبران بود. بنابراین برای جلوگیری از این عمل هنگام برگردان متن به فارسی از قطعاتی کمک گرفته شد که یا خود جبران به انگلیسی نوشته و یا توسط کسانی ترجمه شده که آثارشان به نحوه نگارش او نزدیک بوده است. قابل ذکر است که بخش آخر کتاب با عنوان توضیحات و اسامی خاص قسمتی است که در کتاب‌های قبل با نام پانویس‌ها در اختیار خواننده بود و به ترتیب عدد توک داخل متن تنظیم شده بود که در این کتاب برای جلوگیری از وجود اعداد بر سر کلمات اسامی خاص و توضیحات آنها در آخر و به صورت ترتیب الفبایی آورده شده تا در صورت نیاز خواننده عزیز به واژه‌ای خاص به راحتی بتواند به آن مراجعه کند. در آخر از دوستداران و علاقه‌مندان این گونه متن‌ها و این نویسنده تقاضا داریم که در صورت مشاهده لغزش یا خطا، ترجمه یا چاپی، مترجم را از طریق انتشارات محترم شادان راهنما باشد. با سپاس فراوان، محسن نیکبخت، پاییز 1381. اما کتاب اول شامل ندای شعر، ترانه باران، تندباد، زندگی عشق، شهر مردگان، ترانه اقبال و شیطان هستش که من با سلیقه خودم یکی رو انتخاب میکنم و برای شما میخونم. من ترانه زندگی عشق رو برای شما میخونم که بیشتر به صورت نظم و نثر برآورده شده. بقیه موضوعات هم خیلی زیبا بود ولی بسیار طولانی بود و از حوصله این کتاب خارج میشه. بهار، بیا محبوب من، بیا تا بین تپه ها قدم بزنیم که برفها آب شده، زندگی از خوابگاهش برخاسته و بر ماهور و دره ها جاری است. بیا تا قدم بر جاپای بهار نهیم در مزرعه های دوردست و قله ها را صعود کنیم تا سبززاران و گیاهان را الهام دهیم. طلوع بهاری به جامه خیش زمستان را در هم پیچد و درختان هلو و پرتقال را فرا گرفت و جوانان عروسان شب قدر ضیافتی به پا کردند. شاخه های تاک در آغوش کشیدند هر آنچه مثل دلدارانشان بود و جویباران بین صخره‌ها به رقص درآمدند و سرود شادمانی از سر گرفتند و گلها ناگهان چون حباب روی آب از قلب طبیعت برآمدند. بیا محبوب من، بیا تا آخرین قطرات اشک زمستان را از جام‌های نرگس بنوشیم و آرامش دهیم جان‌هایمان را با آواز و ترنم پرندگان و سرگردان شویم از تماشای نسیم مست
بیا کنار صخره‌ها بنشینیم، آنجا که بنفشه‌ها پنهانند. بیا شیرینی بوسه را تجربه کنیم. تابستان. بیا به مزرعه‌ها برویم محبوب من، که زمان درو فرا رسیده و چشمان خورشید دانه‌ها را می‌رساند. بیا میوه‌های زمین را بچینیم، همچنان که روح دانه‌های لذت را در اعماق قلبمان از بذر عشق کاشت. بیا تا آذوقه‌های طبیعی را گرد آوریم، همچنان که زندگی گرداگرد قلبمان را با انعام بیپایان سراسر کرد. بیا گلها را بسترمان و آسمان را روی‌انداز کنیم و سرهامان را بر بالشی از علف‌های نرم بگذاریم. بیا تا پس از تلاش روزانه بیارامیم و به زمزمه نوازشگر جویبار گوش فرا دهیم. پاییز. بیا برویم تا انگورهای تاکستان را برای چرخشت‌ها گرد آوریم و شرابش را در تنگ‌های کهن نگه داریم، همچنان که روح دانش باستانیان را در جام‌های جاودانه فرا می‌گیرد. بیا به آرامگاهمان بازگردیم که باد پراکنده است برگ‌های زرد را، برگ‌های زردی که گل‌های پژمرده ودا گفته با تابستان را مدفون کرده بودند. پراکنده است. بیا ای معشوق جاودان که پرندگان به زیارت گرمی آمده و سرما را ترک گفتند و چمنزارها را به تحمل اندوه و تنهایی واداشته و یأس و مور دیگر اشکی برای ریختن ندارند و یاس و مورد دیگر اشکی برای ریختن ندارند. بیا بازگردیم که جویباران خسته شده و از ترانه سرایی باز ایستادند و دیگر اشکی از برای بهاران نمی‌ریزند و تپه‌های پیر جامه رنگین خود برکندند. بیا محبوب من، طبیعت به راستی خسته است و شوق خداحافظی‌اش را با آرامی و ترنمی دلپذیر به گوش می‌رساند. زمستان. بیا به نزدیک من ای شریک زندگانیم. بیا به نزدیک من و مگذار که دست زمستان از هم جدایمان کند. بنشین کنارم، در برابر آتشدانم که آتش تنها میوه زمستان است. با من از عزت قلبت سخن بگو که بلندتر از زوزه های آن سوی دره هاست. در را ببند و پشت آن را بیانداز که سیمای خوفناک آسمان روحم را می آزارد و چهره صحرای برف گرفته امان قلبم را به اشک می آورد. چراغ را از روغن پر کن و مگذار که خاموش شود و آن را کنار خود بگذار تا بتوانم بخوانم آنچه را زندگیت برایم با اشک بر گونه‌هایت نوشته است. بیاور شراب پاییزی را، بیا تا بنوشیم و بخوانیم. کشت نگاهداری شده بهاری، پاسداری شده تابستان و پاداش دروی پاییز را. نزدیک من بیا ای محبوب روح من. آتش سرد می شود و زیر خاکستر پنهان می ماند. مرا در آغوش گیر که از تنهایی می ترسم. چراغ خاموش می شود و شرابی که به چنگ آوردیم چشمانمان را می بندد. بیا تا با هم چشم بدوزیم پیش از آن که چشمانمان بسته شود. مرا با بازوانت دریاب و در آغوشم گیر. بیا بیارامیم تا جانهایمان در آغوش گیرن همراه. مرا ببوس محبوب من که زمستان هر آنچه از برای ماست ربوده است. تو در نزدیک من هستی ای محبوب من. چه عمیق و طولانی است اقیانوس خواب و چه دور است سپید دم. کتاب دوم شامل خدا، بندگی، یوحنای دیوانه، ما و شما، خانه خوشبختی، دو کودک و روز تولدم. که من داستان دو کودک رو برای شما انتخاب میکنم و میخونم. شاهزاده
بر آستانه قصرش ایستاد و جمعیتی را که در باغ قصر گرد آمده بودند ندا داده و با صدای بلند گفت: به شما و به سرزمینتان تبریک و شادباش میگویم که شاهبانو فرزند پسری به دنیا آورده که افتخار و عزت خاندان ما را پایدار نگه می‌دارد. او با شما خواهد بود، با غرور و لذت. او وارث و یادگار و بازمانده پدران بزرگوارم هست. شادی کنید و آوای نیایش سر دهید که آینده شما به این نوع رسیده خانه ما بستگی دارد. صدای جمعیت به هوا برخاست و فضا از نغمه شادی و سپاسگزاری پر شد. سیل سرود شادمانی آسمان را فرا گرفت. این خوشامدگویی به حاکم ستمگر و مستبدی بود که با حکومت و قدرت خود بر ضعیفان یوغ بدبختی بر گردنشان خواهد نهاد و بدنهایشان را به اسارت می‌گیرد و جانهایشان را خواهد کشت. اما مردم شادمانی سر می‌دادند و برای سلامتی امیر جدید شراب نشاط می‌نوشیدند. در همان زمان و در همان سرزمین کودک دیگری پا به عرصه زندگی گذاشت. هنگامی که جمعیت قدرت کودکی را با شکوه و جلال جشن گرفته خود را تحقیر می‌نمودند و برای مستبدی نهانی ترانه‌های ستایش سر می‌دادند، فرشتگان آسمانی بر حقارت مردم و بندگیشان اشک می‌ریختند. زنی ضعیف بر بستر درد خود افتاده در فکر فرو رفته بود. او در عنفوان جوانی در کلبه‌ای متروک افتاده و کودک تازه به دنیا آمده‌اش را برای قنداق کردن با کهنه‌ای پیچیده بود و به سینه گرمش می‌فشرد. دختری که روزگار بی‌نوایی و بیچارگی را نصیبش کرده و مردم نیز او را ترک کردند. زنی که ستمگری شاهزاده همسرش را از او گرفته. زنی تنها که خدایان در آن شب دوستی کوچک برایش فرستادند تا مانع کار کردن و معاش زندگیش بشود. وقتی صدای جمعیت در کوچه ها و راه ها فروکش کرد، زن بیچاره نوزادش را در بغل گرفت و با چشمان درخشانش نگاهی انداخت. گریه تلخی سر داد. گویی سعی داشت آن کودک را با اشکهایش غسل تعمید دهد. پس با صدایی که سنگها با شنیدنش خرد می شدند گفت: ای جگرگوشه من، چرا از عالم ارواح به اینجا آمدی؟ آمدی تا در تلخی زندگی من شریکم باشی؟ یا برای جبران این همه ناتوانی من همدمم شوی؟ چرا فرشتگان و آسمان بی انتها را ترک گفتی برای زندگی در این جهان تنگ و پر از ظلم و حقارت؟ جز اشک چیزی ندارم ای تنها همدم من. آیا می توانی آن را به جای شیر بنوشی؟ آیا بازوان برهنه مرا می توانی به جای پوششی پشمی بپذیری؟ کودکان حیوانات در مراتع علف‌های شیرین می‌خورند و هنگام شب در پناهگاه امن خود می‌خوابند. جوجه‌های پرندگان بزم می‌چینند و شب را در لانه‌هایشان می‌آرامند. اما برای تو عزیز من چیزی جز افسوس و ناتوانی من وجود ندارد. سپس کودک را سخت بر سینه‌اش فشرد. گویی می‌خواست که هر دو پیکر یکی شود. آنگاه رو به سوی آسمان کرد و فریاد زد: ای پروردگار، بر ما رحم کن. و وقتی ابرها از روی ماه کنار رفت، اشعه‌های لطیف ماه از پنجره‌های آن خانه محقر وارد شد و بر پیکر سرد آن دو فرو ریخت. کتاب سوم شامل جنایتکار، رحم کن ای نفس من، بیوه زن و پسرش، شامگاه ضیافت، ترانه موج، ارم شهر ستونهای بلند و مصلوب هستش. من داستان بیوه زن و پسرش رو انتخاب میکنم. شب بر شمال لبنان پرده افکند.
برف روستاهای اطراف دره کادیشا را می‌پوشاند و مزرعه‌ها و چمنزارها را چونان کاغذی بزرگ که خشم طبیعت روی آن خطی از کردار خود نوشته نشان می‌داد. در حالی که سکوت شب را در کام خود می‌کشید، مردم از خیابان‌ها به سوی خانه می‌آمدند. در خانه‌ای تنها و نزدیک به این روستاها زنی زندگی می‌کرد. او کنار آتشدان نشسته پشم می‌ریزید. در کنارش تنها فرزندش بود که گاه به شعله آتش و گاهی به مادرش نگاه می‌کرد. غرش ترسناک تندبادی خانه را به لرزه انداخت و وحشتی غریب آن پسر بچه را فرا گرفت. پس دستانش را به سوی مادر دراز کرد و از خشم طبیعت به مهر مادرش پناه برد. او پسرش را در آغوش کشید و بوسید. سپس او را روی پایش نشاند و گفت: نترس پسرم، طبیعت می‌خواهد قدرت عظیم خود را با ضعف انسان مقایسه کند. آن سوی برف ریزنده و ابر پربار و باد وزنده وجود بلند مرتبه‌ای هست که نیازمندی‌های زمین را می‌شناسد، چون او خود آن را بنا نهاده و با چشمانی مهربان ضعیفان را می‌بیند. شجاع باش پسرم. طبیعت در بهار لبخند می‌زند، در تابستان می‌خندد، در پاییز خمیازه می‌کشد و اکنون می‌گرید و با اشک‌هایش زندگی مدفون زیر خاک را آب می‌دهد. بخواب کودک عزیزم، پدرت از ابدیت تماشاگر ماست. برف و تندباد نیز در همین لحظه ما را به او نزدیکتر می‌کند. بخواب محبوبم. این روینداز سپید که سردمان می‌کند دانه‌ها را گرم نگاه می‌دارد و آنچه در نظر جنگاور می‌آید گل‌های زیبا را به هنگام فرارسیدن ماه نیسان فراهم می‌آورد. پس کودکم، انسان نیز پس از اندوه، درد فراق، صبری تلخ و ناامیدی عشق را می‌یابد. بخواب پسر کوچکم، بخواب که رویاهای شیرین جانت را که از وحشت تاریکی شب و شبنم می‌ترسد نجات می‌بخشد. پسر کوچک مادرش را با چشمانی خواب‌آلود نگاه کرد و گفت: مادر، چشمانم از خواب سنگین شده است، اما قبل از نیایش نمی‌توانم بخوابم. آن زن با چشمانی پر از اشک به صورت فرشتگون پسرش نگاهی کرد و گفت: پسرم، با من این را تکرار کن. خدایا، بر بیچارگان و فقیران رحم کن و آنها را از سرمای زمستان ایمن دار. با دستان مهربان خود بدنهای نحیف و لاغرشان را گرمی ببخش. بر طفلان یتیمی که در خانه‌های محقر می‌خوابند و از سرما و گرسنگی در عذابند نگاهی بیفکن. گوش کن ای سرور عالمیان، صدای بیوه زنان بیپناهی را که از ترس به خود می‌لرزند. پروردگارا، قلب‌های آدمیان را بگشا تا بیچارگی ضعیفان را ببینند. بر درماندگی که بر آستانه درها می‌ایستند رحم کن و به جایگاهی گرم هدایتشان فرما. خدایا، پرندگان کوچک را محافظت کن و درختان و مزرعه‌ها را از خشم طوفان در امان بدار که تو مهربان و محبتی بی پایان هستی. و چون خواب پسر بچه را فرا گرفت، مادرش او را به رخت خوابش برد و با لبانی خشکیده چشمانش را بوسه زد. سپس برگشته کنار آتشدان نشست و به ریسیدن پشم ادامه داد تا برای فرزندش لباسی پشمی ببافد. کتاب چهارم شامل هموطنان در پشت این لباس، صوت، ترانه روح، لبخند و اشک‌ها، خاکستر سالها و آتش جاودان، بین شب و صبح و زهر شیرین هستش. من ترانه روح رو برای شما میخونم. در ژرف‌های روح من ترانه است بی کلام که در بذر قلبم میزید. او نمیخواهد بر صفحه نقش بندد. او حس مرا به پنهان بودن میبلد و بر لبانم هم جاری نمیشود. چگونه میتوانم آن را بخوانم؟
از آن در هراسم که با زمین و زمینی بیامیزه. برای چه کسی آن را بخوانم که از ترس گوشهای بدشنو در خانه روحم جا گرفته است. آن هنگام که به چشمان درونم نظر افکندم، سایه اش را دیدم. وقتی سرانگشتانم را لمس کردم، لرزش آن را فهمیدم. کردار دستانم حضورش را چون دریاچه‌ای که باید برق ستارگان را بنمایاند احساس می کند. اشکهایم آشکار می کند آن را، چونان قطرات درخشان شبنم که اسرار گل سرخ خشک شده ای را فاش می کند. آن ترانه را اندیشه آفرید. سکوت فراوانیش بخشید. فریاد به صدایش درآورد. حقیقت پوشاندش. رویاها تکرارش کردند. عشق فهمیدش. بیداری پنهانش کرد و روح خواندش. آن ترانه عشق است. کدامشان می توانند بخوانند؟ قابیل یا عیسی؟ عطر آن دلانگیزتر از یاس است. کدام صدا می تواند اسیرش کند؟ کیست که جرأت کند و غرش دریا را با نغمه بلبل یکسان کند و نعره طوفان را با ناله طفل بسنجد و فریاد واژه‌های پرمعنی را برای قلب سخنگو بازگوید؟ کدام انسان است که به جرأت خویش با صوت ترانه خدا را بخواند؟ کتاب پنجم شامل مادام روزهانی، مرا ترک کن ای سرزنشگر من، رویا، ترانه گل، جامعه و ترانه انسان هستش. من داستان رویا رو برای شما میخونم. آنجا در میان کشتزار کنار رودخانه سیمگون قفس پرنده‌ای دیدم که دستان ماهری آن را بافته و ساخته بود. در گوشه ای از آن پرنده نیمه جان افتاده و در گوشه دیگر دو ظرف، یکی خالی از آب و دیگری تهی از دانه، به آرامی و احترام ایستادم. گویا در آن پرنده مرده و در نجوای آب شایستگی عمق سکوت و احترام و شایستگی تفکر و پرسش از سوی قلب و وجدان دیده میشد. همچنان که در آن خیال و تفکر بودم، دریافتم که آن مخلوق ضعیف در کنار رودخانه‌ای پر آب از تشنگی و در میان کشتزاری خرم که مهد زندگی است، از گرسنگی جان سپرده است. مثل ثروتمندی که گنجینه اموالش بسته است و در میان انبوه ثروت از گرسنگی جان داده باشد. ناگهان در برابر چشمانم قفس به شکل اسکلت یک انسان درآمد و پرنده مرده به قلب انسان تبدیل شد. به قلبی که زخمی عمیق داشت و خونی از آن جاری بود و چونان لباس غم‌آلود زنی به نظر می رسید. از آن زخم صدایی بلند شد. من قلب انسانم، اسیر مادیات و قربانی قوانین زمینی، در کشتزار زیبایی خدا و در کنار رودخانه زندگی در قفس قوانینی که انسان ساخته گرفتار آمدم. در مرکز زیبایی آفریدگار بیگناه کشته شدم، زیرا از لذایذ آزادی بخشش خدا دور بودم. هر زیبایی که عشق و خواهش مرا بیدار می سازد طبق عادات و عرف انسانی ننگ و رسوایی است و هر آنچه که از نیکی در طلب آنم طبق حکم انسانی هیچ و میان تهی است. من قلب گم شده انسانم، اسیر در ظلمت سنت‌های بشری، در بند زنجیرهای اختیار زمینی، مرده و فراموش شده در خنده‌های بشریتی که زبانش بند آمده و چشمانش از رویای اشک تهی شده است. این سخنان را شنیدم و او را دیدم که با قطره‌های خون از آن قلب زخمی بیرون آمد. سخنان بیش از آن این بود، اما چشمان غبار گرفته و روح فریادگرم چیزی ندید و نشنید.
کتاب ششم شامل خلیل کافر، شاعر، جوان و زیبایی و ترانه عشق هستش. من داستان جوان و زیبایی رو برای شما میخونم. زیبایی از آن جوان است، اما برای جوان این دنیا جز رویایی شیرین از چیز دیگری ساخته نشده که شیرینیش جز غرق در نادانی نیست. آیا روزی خواهد رسید که دانا با رویاهای شیرین جوان و لذت دانش همگام و همراه شود که به راستی هیچ یک به تنهایی وجود ندارد؟ آیا روزی فرا خواهد رسید که طبیعت معلم انسان، بشریت کتاب او و زندگی مدرسه روزانه‌اش باشد؟ هدف جوان از لذت اگر سزاوار آن باشد نمیتواند جستجوی تکامل باشد تا جایی که دانش تا طلوع روز پیش رود. بسیاری از مردان روزهای جوانیشان را با بغض و کینه یاد کرده آن را نفرین می‌کنند. بسیارند زنانی که سالهای تلف شده عمر خود را چون ماده شیری که توله‌هایش را گم کرده با خشم یاد می‌کنند. و چه بسیارند پسران و دخترانی که قلبشان را غلاف شمشیرهای تلخترین رخدادهای آینده می‌دانند، چون خدا را با نادانی با تیرهای زهرآلود و تیر زخمی کرده از خوشی و شادمانی کناره می‌گیرند. پیرمرد برف زمین است، حالان که باید از میان نور و حقیقت به دانه‌های جوان گرما بخشیده ریشه‌هایشان را نگاهبان باشد و هدف‌هایشان را سرانجام دهد تا نیسان فرا رسد و از آن زندگی جوان را با بیداری کامل پرورش دهد. ما خردمندانه و هوشیار بر فراز بیداری روحانیمان گام برمی‌داریم و فقط در آن پهنه که به بیکرانگی آسمان است درک زیبایی هستی از میان محبت و عشق به آن زیبایی امکان پذیر است. کتاب هفتم شامل فریاد قبرها، یک صدای عاشقانه، کاه و کوه، شاعر تنها، راز دل، مردمم مردند، خوابگاه عروس هستش که من داستان کاه و کوه رو برای شما میخونم. شب فرا رسید و چراغ‌های نورانی کاخ درخشیدن گرفت. خدمتگزاران با لباس‌هایی مخملین که دکمه‌های طلایی داشت در آستان در ایستاده ورود مهمانان را انتظار می‌کشیدند. کالسکه‌های مجلل و با شکوه به طرف کاخ می‌آمدند و با افتخار وارد می‌شدند. سواران این کالسکه‌ها زنان و مردانی بودند با لباس‌های فاخر و جواهراتی زیبا و چشمگیر. فضای کاخ پر از نوای موسیقی شده و کسانی نیز با این نوای ملایم به رقص مشغول بودند. نیمه شب روی میز زیبا و بزرگی لذیذترین و زیباترین غذاها همراه با انواع گلهای نایاب و معطر چیده شده. مهمانان خوردند و نوشیدند تا سرانجام شراب بازیگر ضیافتشان شد، چون سپیده زر زد. همه آن بزرگان بعد از شبی طولانی که با مستی و پرخوری سپری شده بود با بیحالی و سردرگمی از آنجا متفرق شدند و شتابان خود را به بستر خوابشان رساندند تا به خوابی غیر طبیعی فرو روند. هنگام غروب مردی خسته لباس سنگین کارش را از تن بیرون آورد و در برابر کوخی ایستاد و به در کوبید. چون در باز شد داخل آمد و با شادمانی سلام کرد. آنگاه بین فرزندانش که در کنار آتشدان بازی می‌کردند نشست. پس از مدت کوتاهی همسرش غذای آماده کرد و همگی دور میز چوبینی نشستند و مشغول خوردن غذا شدند. پس از خوردن غذا گرد چراغی نفتی جمع شدند و درباره اتفاقات آن روز صحبت کردند. وقتی کمی از شب گذشت همه به آرامی و سکوت برخاستند و پس از خواندن سرود ستایش و نماز شکر خود را تسلیم سلطان خواب کردند. و متاسفانه دیگه وقت به من اجازه نمیده که از کتاب هشتم و نهم هم برای شما بخونم. امیدوارم که از این تعداد داستان و شعری که تونستم براتون بخونم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم.
تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.